پیغمبر صلی الله علیه و سلم موجود است، کبار صحابه موجود است، مهاجرین موجود هستند، انصار موجود هستند. با نقض یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکست بزرگی در صف مسلمان ها واقع شد. آل گفت راست پرسان بکنین که ما و شما چند سنت مشکنانیم؟ اول پروفیسور صاحب چپا تراش کرده و در شأن ریشخل چی است؟ الله متعال میگه ریشخل جان، امیر ریشخل جان، برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. تو که چپه تراش کردی، روی اکتام کریم زدی، روی تو مثل روی مادر اولادا شد. بنابر مشابهت پیدا کردی کی؟ کت مادر اولادا. و هر مرد که هر بابی اولادایی که مشابهت پیدا میکنه و همراه مادر اولادا، سر از این لعنت است. یعنی لعنت الله هست سر مردهایی که خود مشابه میشدن با کی؟ با خانم ها. و لعنت الله هست و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. و لعنت الله سر خانم هایی که خود مشابه با کی میسازن؟ با مردها میسازن. امیل چقدر مردم است. خب اینال یک نفر مشابه با زنها و مردها خود چی میکنی؟ اینال از این کده آیا لعنت خطرناک هست؟ من تشبه بقوم فهو منهم. رسول الله میگه او کسی که خود مشابه با یک قوم کافر میسازد، الله متعال در روز قیامت در صف از ما او را حشر میکنه. همین جوانایی که مویای خدا نیمی کله خدا چی جور میکنن؟ کل میکنن و نیمی اینجا پوپکک جور میگذارن. همه با کفار خدا مشابه ساختن نساخته. ها؟ از لعنت هم که در سرجو که بلندتر است یا نیست؟ و ایده باز که سایل کنید در نماز ماشاءالله چه خوب نماز میخوانن، چه خوب رکوع میکنن، چه خوب سجده میکنن و سرش لعنت الله هست. و برش بگویم که او برادر، او جانم، او قربانم، او برادر عزیزم، او شیرینم، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضاء. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع کرده که نیم سرت کل کنی نیم سرت بانی. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي